با سلام. امروز اومدیم امداد حیوانی که دیروز گزارش دادن بگیریم ببریمش واسه درمان. بیا بیا پیری و بیماری رهاش کرد. یه سگی که متاسفانه به شدت پیر شده، درگیر بیماری پوستی و گوشتش هم توی این وضعیت. سلام پیرمرد. اینم هاپویی که با جراحت شدید ناحیه دم، جرب شدید، به پیرمردیه که تازه از کلاته محمد جان امداد شده. پولو شناخت آمپول آیورمکتین به صورت زیرپوستی تزریق میشه و بسیار مؤثر برای درمان بیماری‌های پوستی مثل جرب و کک و کنه. تموم شد دیگه. این تازه بخواد ببینه چی آمپوله. بیا حالا یادش اومد. این توی بیماری‌های پوستی حتما باید بدن حیوان چرب نگه داشته باشه، چون وقتی چرب اون انگلی که داره نمیتونه تکثیر بشه. حتی اگر حاشیه شهر سعی رو میبینید میخواید بهش کمک کنید، میتونید حتی وازلین به پوستش بزنید که چرب بمونه. نه اینم که به گفته اهالی تصادف کرده چندین بار. چرا اینا جرب پیرمرد. باش. این که خوبه چربت میکنیم. اینجا یکم نه قرص ضد انگل، چون وزنش زیاده. ستاره دو تا یکی دیگه بده. یکی دیگه بده. سری یکم آب بیاد. یا نه آدمون صرفه یک مش آب بیاد. نه قرد ندار. یک کمی مشت بریز.